سلام به همه گیمر، مستر انیم هستم. در این ویدیو اومدیم با گیم پلی گرین 5 مانکی دی لوفی و گیم پلی کارت جدید روبلوچی. تو کامنت هم گفته بودید گرین 5 لوفی رو بذار و کارت روبلوچی هم واقعا فعال کردن فرم دومش برای تازه کارا خیلی سخته، پس به اون واقعا دقت کنید. الان گیم پلی از این دو تا کارت داریم با ما همراه باشید. گیم پلی شروع میشه. امروز اومدیم آموزش فعال کردن حالت دفنینگ به حالت رانینگ که با این کار اتفاق میفته. به حالت رانینگ تغییر میکنه و به حالت تهاجمی یا اتکر هم با فعال کردن این فینیشر که به حالت با فشار دادن این حالت مشت کارت لوفی حالت به خودش میگیره. که واقعا قدرت کارت گرین 5 لوفی رو میبینید که واقعا که قوی ترین کارت های بازی به شمار میاد. وقتش وقتی در این حالت قرار میگیرید هیچ ضربه رو شما اثر نمیکنه که این نقطه قوت این حالت مانکی. کارت واقعا گورد رادن هم کارت خیلی قدرتمندیه. ما رنگ اول شدیم. الان میریم سراغ گیم پلی کارت روبلوچی. کارت جدیدش که واقعا کارت خفنیه. قبل اینکه گیم پلی انجام بدیم چون این کارت واقعا یه ذره کار کردن باش از کارت گرین 5 لوفی سخت داره. با هم کارتش انجام میدیم که براتون یکم راحت تر باشه، بهتر متوجه بشه.
بعضی از کارت ها هستن باید یه علامت تیک زردی هست جلوشونه. زمانی او تیک زرد هست میتونید با فشار دادن کارت یا قدرتش رو بیشتر کنید یا قدرت جابجاییش رو بیشتر کنید، مثل کارت روبلوچی. با فشار دادنش هر جا میتونید، اگه فشارش هم میدید همون داخل همون نقطه همون حرکت انجام میده. نگاه کنید با فشار دادن این مشت حالتهای روبلوچی عوض میشه که واقعا خیلی خفن. مثلا 4 تا فینیشر میتونید در چند ثانیه انجام بدید که هر کدوم از فینیشرهاش هم قدرت‌های زیادی دارن. و یک کارت روبلوچی یک قابلیت دیگه هم که داره که میتونه با ضربه قدرتشو بهش، یعنی مثلا هر چند ثانیه یه دمیج خیلی کمه ولی میتونه یه دمیج میده حتی اگر بهش ضربه هم وارد نکنه. چیه دیگه این هم از کارت روبلوچی الان گیم پلی داخل بازی باش انجام میدیم. یه بار دیگه هم میگم با فشار دادن مشت حالتش عوض میشه. با فشار دادن این فینیشرش میتونه جابجا بشه. فینیشرش نه که قدرت جابجایی داره دوباره که واقعا فینیشرهای خفنی داره. و حالا خارج میشیم میریم گیم پلی داشته باشیم. تا وارد گیم پلی شه باز مپ خوبیه. یک کارت روبلوچی هم کشته بشه، یک کارت هم میتونی ببینی که این کارت هم با روبلوچی وارد بازی شد. احتمال کشته شدن هم زیاده. کارت های قوی جلومون. یه راهنمایی، یه نکته میتونید همون جم الماسی که برای کارت گرین 5 لوفی هزینه میکنید و بودن شاید 500 الماس برید و حتی بتونید کارت باز کنید یا یه ذره قویش کنید. میتونید همون جم برای کارت روبلوچی هدر بدید. درسته قدرتش در حد کارت گرین 5 لوفی نیست ولی کارت قدرتمندیه. و کارت روبلوچی هم کارتی که راحت تر از کارت لوفی به دست میاد. کارت واقعا قدرت کاراکتره. در گیم پلی بعدی هم همین کارت رونازورو و کارت گوردازر یا اودنو میذارم. گیم پلی خوبی هم. مثل کارت که گفتم با فشار دادنش میتونید قدرت کارت رو بیشتر کنید که اینا واقعا کارت خفنیه. میتونه برای این باشه که تازه وارد بازی شده، شاید بعد یه مدتی قدرتش بیاد پایین تر ولی در کل کارت خفنیه با توجه به قدرتی که داره. دیگه کارت اودن واقعا طبیعی نیست.
بله فرصت خوبی. واقعا این کارت هم کارت خیلی خفنه. واقعا عمل کرده از کارت روبلوسی بهتر بود. این گیم پلی این کارت ها هر رو گیم پلی داریم. در گیم پلی های بعدی کارت های که داخل کامنت ها میگید کاراکتر هاشون سعی میکنم همشون رو بذارم. گیم پلی بعدی هم کارت رونازورو کارت جدیدشه، یا کارت اودن یا کارت گلدرازر هم میذارم. هر سه تاشو با هم دیگه گیم پلیشون رو میذارم. ممنونم که با من همراه بودید. لایک و سابسکرایبتون نره. گود بای.